خیلی که خودی دلارامی مهر گفتن. اینجا استادانی آن نفر نیز نشستند. میگویند میگویند هر کی را استاد نبود کار بر بنیاد نیست، در راه معنی رفیق بهتر از استاد نیست. اینجا علیم جان واحدов قطب‌الدینов البته که امروز دولتمند دانشمند هم همینجا هستند. لیک باز یک استاد عزیز دلارامی مهر روی صحنه کلان امروزه دعوت کرده می شود. آن کس زلفیه محمودова. عزیزان خسته نشدید. باوری دارم که امروز خوب است و روی صحنه کلان امروزه ما استاد آن نفر محمودова زلفیه خان رو دعوت میکنیم تا آمدن مایلش بی پول قرصک میزنیم. استاد میگویند که اگر شاگرد را همچو فرزند نپنداری به سری تعلیم نیا. باوری دارم که شاگرد شما نه تنها همچو فرزند، همچو یک دوگانه نزدیکترین، همچو یک شخص عزیزترین شما است. یک کفکبیای زیبای شما. تشکر زیاد. اولا السلام علیکم مهمانان گرامی، تماشابینان عزیز. از صمیم دل به دلارام جان تمام خوشی‌های حیات را تمنا دارم با قوله‌های بلند ایجاد الهه رساند. عید مبارک باشد. دوستان عزیز مرحمت یک دو سرود می‌خواستم برای شمایان پیشکش نمایم. مرحمت. بی تو تنهایی کشیدم دردی من با گیری. بی تو تنهایی کشیدم دردی من با گیری. دید رنگی من طبیب بود در بری من جایی. دوست یارم یاری بی پروای من است، من خبرداری نکرد. یاری بی پروای من است، من خبرداری نکرد. اگرچه دودی آهی آتش باری من دنیا گرفت. ای دوست یارم از شکفتن های گلها باغها گلگون شدم. ای دوست یارم غنچه امیدی من یک گوشه صحرا گیری. ای دوست یارم عاشقی دردمندان دردی بی درمان بوده است. عاشقی دردمندان دردی بی درمان بوده
یارم از یکی پرسان شدم که یاری من بی من چی کرد